این گربه و 2 تا سگ داشتن یه بازی باحال انجام میدادن. هر کی میتونست از بین بطری‌های بولینگ رد بشه بدون اینکه بندازتشون زمین و بدون اینکه بادکنک‌ها بترکن، از صاحباش یه جایزه میگرفت. اول از همه گربه ناز میره آروم و با دقت راه میره. نه بطری میفته، نه بادکنکی میترکه. کاملاً موفق. بعد نوبت سگه. سفیده خیلی آهسته حرکت میکنه. حواسش به تک تک قدم‌هاشه که اشتباه نکنه. اونم بی نقص رد میشه. عالی! اما وقتی نوبت سگ آخری میشه، یه اتفاق باور نکردنی میفته. ولی اولش میگه اگه قدرت داشتی دنیا رو تغییر بدی چی کار میکردی؟ مهربونی رو همه جا پخش میکردی؟ لایک و سابسکرایب کن. گرسنگی جهانی رو تموم میکردی؟ یه قلب تو کامنت بذار. یا صلح جهانی رو ترویج میکردی؟ پس همه این کارا رو بکن و اینو به اشتراک بذار. برگردیم به ویدیو. وقتی سگ آخری میره که چالش رو انجام بده، برعکس بقیه همه بطری‌های بولینگ رو میریزه زمین و همه بادکنک‌ها رو میترکونه.